خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. سلام و رحمت خدا بر شما باد. با بخش چهارم از برنامه تاریخ ناگفته صفوی ها در خدمت شما هستیم. همونطور که در برنامه قبل گفتم، این برنامه درباره خود شاه اسماعیل صفوی است. تاریخ 907 هجری قمری رو باید شما فراموش نکنید. در این تاریخ شهر تبریز که پایتخت بخش غربی و جنوب غربی ایران بود به دست شاه اسماعیل صفوی افتاد و بعد از اون تاریخ ایران عوض شد و در مسیر دیگری قرار گرفت. این واقعه 526 سال پیش اتفاق افتاد و تقریبا 16 نسل پیش، اگر ما به حساب نسل حساب کنیم، یعنی ما نسل امروز، نسل دیروز، بچهای ما نسل امروز، پدرای ما نسل سوم، پدر بزرگای ما نسل چهارم، همینطور بره جلو تا 16 نسل. در 16 نسل در اون، یعنی پدرای ما در نسل 16 ما دوچار این بلیه شدن و با تصرف تبریز سرنوشت ایران عوض شد و مردم مجبور شدن که مذهب خود را عوض کنن، بلکه میتونیم بگیم دین خود را عوض کنن. این شهر که پایتخت قسمت غربی ایران بود توسط شاه اسماعیل صفوی فتح شد. شاه اسماعیل صفوی پدراش رو شناختیم، حالا صحبتی هم در مورد مادرش و مادر بزرگش و اینا. ما گفتم به شما که شاه اسماعیل صفوی از لحاظ پدری صوفی زاده بود، ولیکن از لحاظ مادری هم شاهزاده بود. اون نوه اذن حسن دراز به اصطلاح پادشاه آقا قیونلو یا سرسلسله این سلسیشون نوه این حساب میشه. اما از کدوم زنش؟ از زنی به نام کاترینا. کاترینا اصلا مسیحی مذهب بود و هرگز مسلمان نشد. داستان به این صورت بود که وقتی سلطان محمد فاتح که شخصیت مشهور در تاریخ است قسطنطنیه را فتح کرد و امارت‌های مسیحی نشین و یکی بعد از دیگری از بین برد، یک امارت مسیحی نشین در کنار دریای سیاه، امارت ترابزون به اصطلاح، اینها خود در خطر دیدن، دنبال متحدین از مسلمان‌ها گشتن و شخص بهتر از اذن حسن رو پیدا نکردن و این پادشاه مسیحی مذهب دختر متعصب مذهب خود رو به نام کاترینا رو به زنی داد به اذن حسن. به شما گفتم برای اینکه بتونه یک متحدی بر ضد سلطان محمد فاتح پیدا کنه و متحد شد. این هم از این کاترینا و اذن حسن دختری به نام مارتا پیدا شد که این مارتا رو داده بودن به پدر شاه اسماعیل و از این حیدر و مارتا شاه اسماعیل پیدا شد. هم اسماعیل کوچی پیدا، 3 تا پسر داشت که اینها از لحظه متولد شدن، یعنی از تاریخ 907 که اینها تبریز گرفتن 14 سال قبلش این آقا به دنیا اومد و
در همین 14 سالم دچار بلیات زیادی شد. پدرش رو کشتن، قبل از اون پدر بزرگش رو کشته بودن و خودش رو اسیر کردن، آوردن تبریز از اردبیل و فرستادنش. یعنی اسیر نه به اون صورت که اذیتش کنن، بردنش برای اینکه شلوغ نکنن با مریدای اینا جمع نشن، اینا رو بردن به سلطان یعقوب، اینا رو فرستاد به شیراز. منتها بعد از وفات سلطان یعقوب بین پسراش و نمیدونم نواهای اوزون حسن جنگ ها در گرفت، به زد خورد پرداختن و در این یکی از اینا خواست که از این چیز استفاده کنه، از به اصطلاح سربازان پدر شاه اسماعیل استفاده کنه. اینا رو دوباره آورد تبریز و برادر بزرگش سلطان علی رو فرستاد به اردبیل و به اسماعیل و دیگه یک برادر دیگه هم داشتن نام ابراهیم، اینا هم رفتن اردبیل. ولیکن باز در جنگ با همین نوه‌های الوند بیگ به اصطلاح نوه‌ای که گرفته بود تبریز رو، نوه اوزون حسن، اینا باز شکست خوردن، چون که اینا وقتی به اردبیل رفتن دوباره همون کارا رو خلیفه های شاه اسماعیل شروع کردن. شاه اسماعیل بچه‌ای بود، اینا فرار کردن، رفتن کجا؟ رفتن به گیلان. گیلان کجاست؟ گیلان جایی است که از طرف مادری فامیل شیخ زاهد گیلانی بودن اگه یادتون باشه. اونجا پیش حسن کیا حاکم زیدی مذهب گیلان اینها پناه گرفتن. ببینید حاکم گیلان شیعه بود، اما زیدی ها ابداً با شیعه 12 امامی فرق داشتن، به هم دیگه هیچ تشابهی نداشتن. به تازه اینها شاه اسماعیل و خلیفه های همین شیخ جنید و اینها اصلا شیعه 12 امامی نبودن، بهش میرسیم. انقلاب اینا رو باز آخوندا دزدیدن. اینها اصلا یک مذهب دیگه داشتن، من با شما خواهم گفت. به هر حال اینا در اونجا جا گرفتن. الوند بیگ 2-3 بار پیکی فرستاد به حسن کیا که اینا رو تحویل من بده، بالاخره نداد، تا اینکه در جنگ داخلی بین نوه‌های اوزون حسن زیاد شد تا ضعیف شدن. آخر با هم 2 تا برادر آخری صلح کردن، یکی الوند بیگ تبریز گرفت و مراد بیگ شیراز گرفت و بالاخره اوضاع آروم گرفت. اما شاه اسماعیل در این وقت تصمیم به قیام گرفت. توجه داشته باشید که شاه اسماعیل که میگه بچه 12 ساله است، تصمیم گیرنده ها کسای دیگه‌ای هستن. اینها کسایی هستن که اینو تربیت کردن. اونا 7 خلیفه شیخ جنید پدرش بودن، یا شیخ حیدر که پدر باز چی بودن، پدر و پدر بزرگش بودن. اینها شاه اسماعیل رو به اصطلاح خوب تربیت کردن به سیستمی که می‌خواستن، چون که یک بار در پدرش شکست خورده بودن، کشته شده بود، پدر بزرگش کشته شده بود. این دفعه اینا دیگه نمی‌خواستن باز شکست بخورن، این رو یک تربیت خشنی دادن، روحیه قوی بهش دادن و دشمنی اهل سنت رو در دل این آدم کاشتن. بچه‌ای بوده دیگه، بچه کوچیک بوده. حتی این گفته میشه که شاید این آدم اصلا همون شاه اسماعیل از نوه صفی‌الدین اردبیلی نباشه، چرا که بعد نه مادرش رو کسی شناخت نه برادرش رو، یعنی ابراهیم هم نمیدونه، برادر ابراهیم داشت اما تاریخ ذکری از اون نیست. در مورد مادرش یک ذکرای جسته گریخته هست که در اردبیل مرد و از این حرفا، ولکن میتونستن اینها همین اسماعیل هم کشته شده باشه، یک کسی دیگر رو آورده باشن. به هر حال مادر شاه اسماعیل حالا اگر بودم بر مذهب مسیحیت بود، چرا که کاترینا مادر بزرگش مسیحی بود. به هر حال این رو اینا تربیت کردن و بزرگش کردن و تصمیم گرفتن که چیکار کنن، اینو لقب شاه دادن. به تصمیم حالا گرفتن به انقلاب. چیکار کردن؟ هستن در گیلان و پادشاه هست در تبریز و اینا طرفداری ندارن که قیام کنن. اینها 7 تا اینجا درسی که ما میتونیم امروز بگیریم از زندگی شاه اسماعیل است که 7 تا خلیفه پدرش با هم متحد بودن، در حالی که از قبایل مختلف بودن، در حالی که ملحد بودن. عقیده اینا عقیده شیعه 12 امامی هم نبود، عقیده ای بود که امروز شیعه اونا رو ملحد هم میگه. منتها در هدف خود با هم متحد بودن، اختلاف نداشتن. از برکت این اتحاد برای اونها و از شومیش برای ما، اینها تونستن موفق بشن. این 7 نفر، یکی حسن بیگ بود که مثل پدر مربی خاص اسماعیل بود، مثل پدرش بود. خادم بیگ بود، خلیفه خاص شیخ جنید و شیخ حیدر بود. یعنی اینا با پدر و پدر بزرگش چی بودن؟ قره‌پیری قاجار بود، یکی از قاجار بود، یکی نمیدونم از قزلباش بود، یکی قره‌مانلو بود، رستم بیگ، بایرام بیگ و از قبیله‌های مختلف بودن. اما بر مذهب کی بودن؟ همون بکتاشی‌ها که قبلا صحبت کردیم. و شیخ این بچه در دست اینا بود، شاه اسماعیل، که اینا اسمش شاه گذاشته بودن، اما یک بچه 12 ساله که شاه نیست. بالاخره اینا چیکار کردن؟ اینا رو آوردن بیرون و بردنش کجا؟ بردن به زنجان. حالا کسی رو ندارن برای انقلاب. اینا چیکار کردن؟
پیک ها فرستادن این 7 خلیفه به ترکیه امروزی. چیکار کنن؟ که مریدای پدرش از شیخ بدرالدین، اونایی که مونده بودن، اونایی که به اصطلاح عقیده‌های عجیب غریب داشتن که بت پرستی و علی پرستی و نمیدونم چیزای مختلفی با هم داشتن، شیخ پرست بودن. اونا رو گفتم بیایید که اسماعیل ظهور کرده، مثل که حالا میگم مهدی ظهور کرده. اسماعیل به یک نوع مهدی بود براشون، برای مردمی که در آناتولی زندگی میکردن در ترکیه امروزی. پس در ایران اینا طرفداری نداشتن. این 7 نفری هم که بودن از ترکیه اومده بودن، همراه شیخ جنید از ترکیه اومده بودن. اینها ولی عمرشون از اون عمر اونا درازتر بود، مونده بودن و این رو بزرگ کردن. اونا رو گفتم بیایید. کم کم جمع شدن تا 3000 نفر شدن. و بعد اینها برای اینکه حالا چرا پادشاه خبر نمیشه، پادشاهی وقت، برای اینکه بین پادشاه تبریز و برادرانش جنگه. این جنگ‌های پی در پی باعث شد که اونا اصلا در فکر مملکت نباشن. این شومی اختلاف، طرف مقابل اختلاف داشت، این طرف با هم متحد بودن. پس درس اینه که تعداد کمی که متحد باشن با تعدادی که زیادی که اختلاف داشته باشن و اونا پادشاه هم باشن، اینا بر اونا پیروز میشن. به هر حال اینا در غفلت بودن و اینها شاه اسماعیل در حال جمع کردن سرباز بود. به هر حال من گفتم اینا جنگ داخلشون آخر به این صورت شد که اینها اومدن و صلح کردن. 2 برادر، الوند بیک و مراد بیک. الوند بیک شد حاکم تبریز. اما در این گیر بیر اسماعیل به خلخال رسیده و در اونجا داره افراد جمع میکنه و هر روز یک گروهی از داخل آدمای متعصب به اصطلاح فرقه بختاشی یا بدرالدینی اونا میان که اسماعیل ظهور کرده، قربانش کنم اسماعیل ظهور کرده، مثل که حالا میگن مهدی ظهور کرده، اسمش رو عوض کرده بودن و فکر می‌کردن اسماعیل همون مهدی است، نامش اسماعیل. اومدن و این وقتی میدید که اونا دارن میان، همینطور رفت جلو. اول رفت اردبیل به بهانه اینکه ما میخوام زیارت قبر جد خود رو اینا عقیده خود پنهان میکردن. منتها حاکم اردبیل به اینا مشکوک شد و از اینا خواست که شهر رو ترک کنن و اینا رفتن نخجوان، یعنی همینطور رفتن به طرف مرز ترکیه. و همچنین که به مرز ترکیه اینا نزدیک میشدن، از اون ور همینطور مهاجرا هم از ترکیه می اومدن تا اینکه اینها در قره‌باغ تقریبا 7000 نفر جمع شدن و از اونجا هم جلو رفتن در ارزنجان 7000 نفر تونستن دیگه نزدیک به آخرین نقطه مرز ترکیه بود. اگه داخل ترکیه میشدن پادشاه ترکیه باشون میجنگید، ترکیه عثمانی. اون هوشیار بود و از کشور خودش خبر داشت. اما الوند بیک، آقیونلوها، اینها خبر از کشور خود نداشتن. و این بعد از اینکه اونجا نیروی خود آماده کرد رفت کجا؟ تصمیم به جنگ گرفت. این اولین جنگ حالا شاه اسماعیل میخواد انجام بده. اما این جنگ او تاریخ ایران رو عوض نکرد، هرچند که به قسمتی از خاک ایران حمله کرد. اون به شیروان حمله کردش. شیروانشاه رو به طور ناگهانی در محاصره گرفتن در جنگی که بلکه پدر و پدر بزرگش اونجا کشته شده بودن در این جنگ. در جنگی که سربازان شراب خورده شاه اسماعیل که عقیده مذهبی هم داشتن شجاعت فراوانی از خودشون دادن، به شیروانشاه شکست خورد و اینها پایتختش رو گرفتن، به باکو حمله کردن و هر چی که در دستشون اومد غارت کردن و اولین بار وحشیگری خود نشون دادن. سیستم جنگیدن خود رو حالا نشون دادن. مرده ها رو از قبر در آوردن، سوزوندن، زنا رو هم کشتن، رحم به هیچ کس نکردن و تمام اموال رو مثل که از کفار بگیرن غارت کردن و بین خودشون تقسیم کردن. این پیروزی باعث شد که روحیه‌شون خوب بشه و هنوزم در فکر این نیستن که بیان به طرف تبریز. منتها الوند بیک اومد طرف اینا. الوند بیک وقتی که با خبر شد که اینها باز سر به شورش برداشتن، سپاهی رو برداشت و به طرف شیروان حرکت کرد. ولی در جنگ دوم هم اینها شکست خوردن. الوند بیک شکست خورد. با شکست الوند بیک راه تبریز برای شاه اسماعیل باز شد دیگه. ولی هنوزم تبریز 200,000 نفر جمعیت داره، میتونه فرمانده شهر باشون بجنگه. منتها به خاطر سیاست‌های همین جنگ‌های داخلی که مردم ناراضی هم بودن، باز شنیده بودن که نوه شیخ صفی‌الدین اردبیلیه و از اون طرف هم دیگه از طرف مادرم شاهزاده است،
مردم شهر رو تسلیم کردن، جنگ نکردن و شاه اسماعیل وارد شهر تبریز شد در سال 907 و بعد از اون تاریخ ایران عوض شد. یک میان برنامه رو ببینید تا دنباله داستان شاه اسماعیل رو خدمتتون عرض کنم. وصال حق، جدا کننده حق از باطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. با سلامی دوباره رسیدیم به اونجا که شاه اسماعیل وارد شهر تبریز شد، به شهر بدون جنگ تسلیم شد. و این قانون عرف بین الملل است که در تمام دنیا عرف بوده که وقتی مردم شهر رو تسلیم کردن و تسلیم حاکم جدید شدن دیگه در امان هستن. شما بدونید که تبریز در اون وقتها چیزی بین 200 تا 300 هزار نفر جمعیت داشته و زبانشون زبان آذری بوده. امروز که مردم میگه ترکی آذری، این یک کلاهیه که سر خودشون میذارن. حالا مردم آذربایجان به زبان ترکی صحبت میکنن. در اون وقت به زبان آذری صحبت میکردن که یک لهجه از لهجه‌های کهن ایرانی ها بود و زبان به اصطلاح متداول در اون منطقه هم زبان فارسی بود. اگر میخواستن با مردم دیگه ارتباط بگیرن زبان فارسی باشون، چون زبان فارسی زبان رسمی بود. حتی در ترکیه عثمانی هم پادشاهاش و مردمش زبان فارسی رو میدونستن. ولیکن و مهاجرین اولی هم که اومده بودن اول به زبان آذری رو یاد گرفتن با همه جنایتی که کردن، اما چون که غالب شدن بعد این زبان ترکی شد. به هر حال فردای روزی که شاه اسماعیل تبریز گرفت روز جمعه بود، دردناکترین روزی که میشه برای تاریخ ایران تصور کرد به نظر من، حتی بدتر از حمله مغول و تاتار، برای اینکه حمله مغول و تاتار رفت و اثری ازش نموند. اما این مرد وارد مسجدی شد که مردم شهرش مذهب شافعی داشتن، سنی مذهب بودن. مسجدی که مثل که حالا در همه شهرهای دنیا مردم به مذهبی که هستن امامشون هست و نماز میخونن. روز جمعه که مردم حسب عقیده اهل سنت به جماعت مسجد جمعه رفتن، این آخرین جمعه‌ای بود که خونده شد. بعد از اون دیگه نماز جمعه خونده نشد تا وقتی که آقای خمینی تشریف آورد. خب توجه کنید، بعد از اون نماز جمعه تعطیل شد. میگم که این روز دردناکی بود و خمینی هم که میدونید نماز جمعهش سیاسی عبادی است بقول خودش و اون نماز جمعه نیست که اهل سنت میخوندن. شاه اسماعیل وارد مسجد جامع تبریز شد در حالی که قزلباش‌ها، سربازانش که پرهای سرخ داشتن در سر خود، اینا رو در بین جمعیت جا داده. حالا نقشه داره، مردم که خبر ندارن. علما و مردم شهر اومدن نماز بخونن، مثل که ما شما میریم نماز میخونیم. بالای در بین مردم گذاشت، حالا مردم بی اسلحه هستن، اینا اسلحه دارن. بالای منبر رفت و شمشیر رو گرفت و یک جوان نوجوان 14 ساله بالای منبر رفته خطبه عجیبی خوند و در اون خطبه نام ائمه شیعه رو آورد و خلفای راشدین رو فحش داد. و از مردم هم خواست که مردم هم دیگه نگاه کردن که چه خبره که این آقا وقتی که لعنت فرستاد بین جمعیت، یعنی تصور کنید اون روز وحشتناک رو برای مردم تبریز، بین جمعیت همین قزلباشا اینا که با شمشیر به مسجد نیومده بودن، اینا با شمشیر اومده بودن، اهل سنت با شمشیر نیومده بودن. اینا شمشیرای خود بالا میگرفتن و وقتی که سر منبر اسماعیل خان فحش میداد، اینا هم در زیر منبر میگفتن و لعنت میفرستاد، مثلا لعنت بر فلان ایشونا، اینا میگفتن بیش باد و کم مباد. مردم به هم دیگه نگاه میکردن که این بابا که تا دیروز شیخ پیر پدرش به اصطلاح ما فکر میکردیم شیخ طریقته، اجداد شیخ طریقت بودن، این چرا امروز داره این کارو میکنه؟ در همین وقت از مردم خواست که لعنت بفرستن. مردم ساکت شدن. دوباره جوانک اینا رو داد زد که من به شما میگم لعنت بفرستید. اونم تازه با لهجه نیمه فارسی، آذری که بلد نبود، ترک بود دیگه.
و حضرت ابوبکر و عمر و عثمان لعنت بفرستید و از اونها تبری بجویید، براءت بجویید. مردم که دیگه بیش از این طاقت نداشتن فکر می‌کردن خونه خاله است، بلند شدن بزرگای شهر که از مسجد بیان بیرون، فکر کردن که حق این اعتراض رو دارند. در کتاب تاریخ آمده رفتن که از جا حرکت کنند، ولی شاه شمشیر بلند کرد و گفت تبرا کنید. چون که هیچ کس پاسخی نداد، شاه از فراز منبر و قزلباشان شمشیر به دست که در میان نمازگزاران منتظر همین لحظه بودن دستور داد. حالا فرض کنید که مردم بی دفاع اومدن برای نماز، دستور حمله که داده شد، شمشیرهای قزلباشا بر سر مردم فرود آمد. اونا که با لباس متحد شکل هم بودن، شمشیر بود که در گردن یکی میخورد، در سر یکی میخورد، در کمر یکی رو نصف میکرد و جلوی در مسجد هم گرفتن. هر کس که دلشون میخواست میکشتن و هر کس که میرفت بیرون میگفت یالا لعنت بفرستید، اگر لعنت نمیفرستید میکشیم. اون روز مسجد تبریز به قتلگاه بسیار عظیمی تبدیل شد و اکثریتی که در درون مسجد بودن کشته شدند و این ننگ بر دامان این شخص باقی موند که بر دامان کسایی که ازش دفاع میکنن باقی موند که مردمی که به مسجد در روز جمعه رفتن برای نماز فقط به خاطر که حاضر نشدن، یعنی به عقیده اینم توهین نکردن، به عقیده‌ش هم توهین نکردن، حاضر نشدن که یک روزه از عقیده پدری خود دست بردارن، با شمشیر کشت و اونم به این طرز شنیع و وحشتناک. مردمی که فامیلاش تو خونه منتظر هستن، زن و بچه‌اش که اینا رفتن نماز جمعه برمیگردن. این جنایت عظیم در اولین جمعه که در بهار بود، در روزهای بهار بود اتفاق افتاد، فردای روزی که شاه اسماعیل صفوی وارد شهر شد. هدف از شاه اسماعیل صفوی از این کار چی بود؟ شب قبلش اون هدفش رو تعیین کرده بود. گفته بود که من اینا چون اینو به صورت خدا درست کرده بودن، بعضی اینا خدا میدونستان، بعضی مجسم در خدا نیست که حالا مسیحا میگن، اگه باشون زیاد حرف بزنیم میگه خدا نیست، اگه باز چی بگی میگه خدا هست. اسماعیل هم دیگه هم چیزی براش درست کرده بودن که هم خداست هم پیغمبر است، بالاخره آدمی است که بهش وحی نازل میشه. اینجوری عقیده داشتن بهش. گفتن که یک مشورت بهش دادن که آقا شما این روزا که شهر همش فعلا ما اینقدر قدرت نداریم، یه دفعه قیام نکنن. برای 200,000 نفرن. همون شب قبلش میخواد حالا فردا مسجد از بین ببره، مردم بکشه. این جواب داد که نه، من مصمم هستم که این شهر رو من بگیرم و مذهب شیعه رو در اینجا سراسری کنم و هر کس که قبول نکنه میکشم. یعنی فرمانی که شاه اسماعیل صادر کرده بود این است که شیعه بودن، سنی بودن جرمه. فرض کنید حالا در ایران یکی بیاد، برای اینکه شما رو میخوام مسئله روشن کنم، یکی بیاد بگه که آقا شیعه بودن جرمه. آیا نمیتونه و قدرت هم داشته باشه؟ آیا نمیتونه به این صورت نامردی حمله کنه؟ مردم که جمع شدن در نماز جمعه تهران، رفقای خودش با تفنگ، اونا که به اصلا ننشستن، چهار طرف نگه داره، بگه یالا هر کس که درود به حضرت عمر نفرسته کشته میشه. به نظر شما مردم چه خواهند کرد؟ با توجه به عقیده شیعه 99% که درود هم میفرستن خود نجات میدن. اما سنی‌ها که تقیه نمیدونستن، خیلی‌ها مقاومت کردن، کشته شدن، خیلی‌ها حتی بدون که حرفم بزنن کشته شدن. فردای اون روز که بعد از ظهر همون روز که مردم رو کشتن، به خانه‌های مردم هم حمله کرد. چیزی که مانع نشد تا اونها همه مردم در یک روز بکشن یا اذیت کنن فقط مسئله وقت بود، چون وقت نداشتن همه خونه‌ها حمله کنن. شهر محاصره داشتن و محله به محله اینها پاکسازی کردن و هر کاری دلشون خواست کردن. آتش سوزی، معلومه وقتی در مسجد این کارو بکنن، آتش سوزی، غارت، تجاوز ناموسی، در این مسئله حتی روی قوم لوط رو هم اینها سفید کردن و نماز رو تغییر دادن. در همون روز اول البته نماز تغییر دادن و همه مردم رو که کسایی که نمیخواستن بکشن اون دیگه فقیر فقراها رو میگفتن که یالا به حضرت عایشه و حضرت عمر ابوبکر، همون چیزی که امروز شما در ایران میبینید از اون وقت مونده، فوش بدید. و هر کس که نمیگفت، تبریا و گروهی داشتن که تبرزین داشتن، واقعا تبرزین در کله مردم می‌زدن، میکشتن و حتی زنها و بچه‌ها اینها رو میبردن. مردا رو که میکشتن، باز زن و بچه‌ها رو میبردن. اونها هم که تسلیم شده بودن هم سرنوشت دردناکی دارن که خواهم گفت. اینجا من دوست دارم که یک نکته رو خدمت شما عرض کنم تا بدونید که چرا این بلا سر شهر تبریز اومد. این نکته مهم است. بالاخره خداوند مردم تبریز هم بود.
اما دست رحمت خود از شهر برداشت. چرا؟ این یک درس تاریخی است که من میخوام برنامه امروز رو به این درس که فکر میکنم بعد از گفتن این داستان جنایت‌های شاه اسماعیل که طولانی است باز خواهم گفت، ولی فرداش که به شهر حمله شد و مردم رو بچهای مردم رو میبردن برای کاری که گفتنش هم حتی نمیشه، دختراشون و بچه‌هاشون و خانه را آتش می‌زدن و می‌کشتن. این بلا بود دیگه برای شهر تبریز. این بلا بود. این بلا چرا اومد؟ اگه شما داستان‌های تاریخی شاه اسماعیل رو بخونید، اینا یک عقیده داشتن که همون عقیده‌ای که امروز شیعه داره، همون عقیده‌ای که کمونیست‌ها دارن. یعنی گویا اینا به آخرت عقیده ندارن. یعنی آدم که به آخرت عقیده داشته باشه دیگه مرده رو در قبر ول میکنه. اما اینا هر جا گرفتن، حتی مشیلمان هم که گرفتن، مردار از قبر در آوردن سوزوندن. مرده دیگه کارش نمیتونه بکنه، پوسیده شده، اما از قبرها در می آوردن. تمام بزرگان و اولیای شهر که قبر، خب مردم شهر تبریز هم دیگه قبر پرست بودن، تا یه حدودی قبرها نشونه ها داشت. اول قبر سلطان یعقوب در آوردن، قبر پدرش در آوردن، قبر هر کس که از بزرگان شهر رو اینها در آوردن و آتش زدن. اما آتش زدن چگونه بود؟ شاه اسماعیل با اینکه تازه به شهر مسلط شده بود، به توجه به کنترل شهر با پرسیدن از مردم تونست 300 تا روسپی رو دستگیر کنه. روسپی هم حتما روسپی خانه بوده در شهر تبریز در قرن دهم، یعنی نه اینکه حالا که اروپا آزاد شده، در اون وقت تونسته از خیابان 300 روسپی رو جمع کنه، 400 تا دزد جمع کنه. اینا رو برای چی جمع کرده؟ گفتم که اینا عقیده به آخرت ندارن. گفت برای اینکه این مرده ها رو ما بیشتر توهین کنیم، روسپی‌ها رو کشت، از کمر دو نصف کرد، همراه همین مرده های سلطان یعقوب و دیگه مرده های آقیونلو و بزرگان شهر که با اینا دشمن بودن قبلا، حالا شکست خورده بودن، یک جا آتش زد. دزدارم با اینا که به اینا توهین کنه، به قول خودش این یک توهین بود. اما از این معلوم میشه که شهر یک شهر فاسد بوده. حالا ما میگیم که سلطان اوزون حسن شافعی متعصب بود، نمیدونم پسرش شافعی مذهب بود، اما شافعی از اینا بری، اسلام از اینا بری بود. چرا باید در یک شهر اسلامی 200-300 هزار نفر جمعیت داره اینا بتونه در یک روز 300-400 تا روسپی رو پیدا کنه و دزد پیدا کنه؟ مثلا حتما شهر، برای همین هم شهر تسلیم شده بود. به اصطلاح دزد که در یک شهر باشه، در اون شهر به اصطلاح عدالت نیست، ارتش نیست. منظورم این است که این فساد باعث شده بود که عذاب خدا سرشون بیاد. شهر خودش یک شهر اسلامی نبود. شما ببینید همین چند وقت پیش که در مشهد، تا این برای این درس امروزه، داستانهای دیروز برای درس‌های امروزه، شهر مشهد و قم که یک شهر مذهبی است، چند وقت پیش که در مشهد یک قتل زنجیره‌ای اتفاق افتاد و اینکه دولت اسلامی است. خودشون میگه ما این چیزا ممنوعه ظاهراً، ولکن یک آدمی بود که همین فاحشه‌ها رو میگرفت میکشت به خاطر انتقام شخصی. 1 2 تا 3 تا 12 تا 16 تا رو کشت. آخر دولت به خاطر آبروی خودش به تکاپو افتاد و میگه در یک روز 500 نفر، در روزنامه خوندم تعجب کردم، 500 میگه زن خیابانی و به اصطلاح بدکاره از خیابانای از سطح خیابانای مشهد جمع شد. 500 تا جمع شد دیگه، 5000 تا حتما پنهان شد. خب شما چرا قبلا جمع نمی‌کردید؟ منظورم این است که شما فکر نکنید گاهی حالا اگه فردا در سر این حکومت بلایی بیاد که خواهد آمد با این فسادی که داره، فکر نکنید که اینا چون مسلمان بودن سرشون برآمد. نه، اینها از اسلام چون دور شده بودن سرشون برآمد. همین اوزون حسن، من برای شما ثابت میکنم که همینطور بلا سر این قوم نیامد. براتون ثابت میکنم که اینها بدترین مردم بودن. به حدیث پیغمبر ثابت میکنم، حدیثی که بهشون اشاره داره، نه اینکه یک حدیث عام. تعجب میکنید چرا حدیث پیغمبر بعد از 1000 سال باید خاص باشه؟ خاصه. ببینید در همسایگی ما اون طرف، در ترکیه عثمانی، اون وقت عثمانی میگفتن، ترکیه نبود، پادشاهی بود به نام سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح تونسته بود قسطنطنیه رو فتح کنه، همون شهری که از زمان صدر اسلام ابو ایوب انصاری صحابی اومد پای دیوارش و نتونست فتحش کنه و بارها مسلمان‌ها سعی کردن
آخر سلطان محمد فاتح قسطنطنیه رو فتح کرد، شهری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعده داده بود که مسلمان‌ها فتح خواهند کرد. این وعده تا قرن نهم عملی نشد. در قرن نهم سلطان محمد فاتح بالاخره تونست، پادشاهی بود عادل، پادشاهی بود که شبا تو خیمه ها میگشت، اگه سربازی نماز شب نمیخوند اینجوری پیروز شد. میگفت که برو بیرون هر کس که نماز شب نمیخونه، یعنی به این صورت بود. وقتی که شهر فتح کرد و فتح شهر خودش یک داستان، یک حماسه داره. عالمی که در دستگاهش بود، اینم بگم که اون عالمی که در دستگاهش بود، حالا اسمش نمیدونم، یک بار اومد دید که فقط بهش گفت من فردا حمله میکنم، شما دعا کن. دعای او رو بهتر از 100,000 سرباز میدونست. یعنی یک شاه کاملا مسلمان سلطان محمد فاتح. خداوند به دست این قسطنطنیه رو فتح کرد و خیلی از امارات‌های مسیحی نشین رو هم فتح کرد. وقتی که قسطنطنیه فتح شد، همین عالم شیخ الاسلامش اومد براش کتابی رو باز کرد و حدیثی رو بهش نشون داد که در این حدیث نوشته بود که چه خوب پادشاهی است که اون پادشاهی که قسطنطنیه رو فکر میکنه، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بود، و چه خوب لشکری از اون لشکر، یعنی لشکر سلطان محمد فاتح. و خود سلطان محمد فاتح رو پیامبر گرامی ما با اسم ستوده. این حدیث در متنش است. طبعا وقتی که نشنید سلطان گریه کرد از خوشی. این سلطان رو همین اذن حسن که نوش رو شاه اسماعیل شهرشو گرفت و استخوناشو، پسرشو، استخونای پسرشو، استخونای خودشو در آورد، همین اذن حسن با این جنگید. خب وقتی اون خدا پیغمبر گفته اون پادشاه خوبی است، لشکرش پادشاه خوبی است، پس این پادشاهی بدی بوده. و عملاً هم کوشش کرد که ایشون ترابزون رو نگیره. دختر پادشاه ترابزون، دختر خودش برای یک دختر با اون متحد شد و جلوی سلطان محمد فاتح ایستاد. سلطان محمد فاتح آدم حلیمی بود، اول حرفشو قبول کرد، مجبور شد گفت ما حالا در دو جبهه نجنگم، ولی آخر اون امارت رو از بین برد، امارت مسیحی نشین، و ایشون به کشورهای اسلامی حمله نمی‌کرد سلطان محمد فاتح، ولی اینها اونا رو اذیت می‌کردن. پس اذن حسن پسرش و نوه‌هاش آدمای خوبی نبودن. طبعا وقتی که سلطان محمد فاتح آدم خوبی بود، لشکرش هم آدم خوبی بود. وقتی اذن حسن آدم بدی بود، لشکرش هم آدم بدی بود، مردم بدی بودن. پس این عذاب که در این شهر اومد به خاطر شرابخوری خودشون، به خاطر همین اشاعه فساد، وسط امر دیگه بوده. پس ما درس باید بگیریم که به نظر من بود اهدا بود که در فتح قبرس وقتی مسلمان ها فتح کرده بودند و غنیمت ها رو تقسیم میکردند و افراد رو به اسیری گرفته بودند و فامیل از هم جدا میشدن و مردم گریه میکردن، چرا دو تا برادری که از هم جدا میکردن یا زن و مثلا خواهرش رو جدا میکردن، گریه میکردن اسیرا. ابو دهدا میگه نشست و سرش گذاشت و شمشیر، قبضه شمشیر، شروع کرد به گریه کردن. شخصی که راوی این حدیثه میگه من اومدم بهش گفتم که آیا امروز روز گریه است؟ امروز روز خوشحالی مسلمان است. تو امروز گریه میکنی؟ گفت من برای این گریه میکنم که بنده پیش خدا هیچ ارزشی نداره. این خیلی حرف بوی صحابی‌ها که خودشون هم شاگردای یک معلم بزرگ بودن. این حرف خیلی معنی داره. ما و شما، برای من و برای شما، برای همه، هر کس که داره این سخنان رو میشنوه، این حرفه این صحابی جلیل القدر خیلی معنی داره. گفت من برای این گریه نمیکنم، برای این گریه میکنم که بنده پیش خدا هیچ ارزشی نداره اگر نافرمانی کنه. این مردم میگه زندگی داشتن، شهر داشتن، شوکت داشتن، پادشاهی داشتن، حالا اسیر شدن، مالشون ازشون گرفته شد فقط به خاطر اینکه نافرمانی خدا رو کردن. پس بنده که نافرمانی خدا کنه اینطور بی ارزش میشه. من به خاطر این گریه میکنم که بنده پیش خدا اگر نافرمان شد هیچ ارزشی نداره، اینطور ذلیلش میکنه. این درس بزرگی است. اگر ما میخوایم، ما سعی میکنیم پیش یک دیگه خودمون رو بزرگ کنیم و عزیز کنیم و عزتمند جلوه بدیم، نه، اگه پیش خدا عزیز نباشیم، ما رو پیش بندگان خودش، پیش بندگان مثل شاه اسماعیل ذلیل میکنه. پس این درس رو برای امروز داشته باشیم و بخش چهارم، بقیه جنایت‌های این شاه خونریز و ددمنش رو در برنامه بعد به شما خواهم گفت. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین.
خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم ها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.